بعضا در جای خالی، در جای آرام، اعضای جامعه آرام پرابلم سازدواد میکنیم. پرابلم ما کارمندان نظامی، بعضا خدمتچیان، کارمندان پروکراتور، میلیسیا، کروپسیا و دیگر خدمتچیان. جناب پرزیدنت بدعوا کن، اینجا در گرفت، همه سر درو، اینجا در گرفت، برو خاموش کن. برای یک کثافت که منفیت شخصیش از همه منفیت ها بالا گذاشتگی است. هستین، خودتان نظم بدانید. سالهای پیشتر بعضا سردار شعبه کارهای داخلی شهر ایستروشن و ولایت ماندم، ولایت نارام کردم. یک ولایتی شوخ که اینقدر مردم تینجی آرام بود، مردم را به پا خیزاندن. برای چی؟ برای با رفتاری غیر انسانی خودشان. آن مردانی که خدمت میکنند بعداً عائله دار میشوند یا که تحصیل و دیگر به نهایت در زندگی عائله داری بسیار مهم است. کم به خاتاگی میگیرم، با قدر زن هم میرسه، با قدر خدمت پدر و مادر هم میرسه. فرزندای منصب دارا، پول دارا، اونایی که نمیروند چیکار میکنن؟ عالم شده است، اختراعکار شده است، دانشمند شده است، شاعر شده است، نویسنده شده است. چی شده است؟ غیر پرابلم ایجاد کرده دیگر چیزی نیست. با پدر و مادر آن مردانی که خدمت میکنند بعداً عائله دار میشوند یا که تحصیل و دیگر به نهایت در زندگی عائله داری بسیار مهم است. کم به خاتاگی میگیرم، با قدر زن هم میرسه، با قدر خدمت پدر و مادر هم میرسه. فرزندای منصب دارا، پول دارا، اونایی که نمیروند چیکار میکنن؟ عالم شده است، اختراعکار شده است، دانشمند شده است، شاعر شده است، نویسنده شده است. چی شده است؟ غیر پرابلم ایجاد کرده دیگر چیزی نیست. با پدر و مادر